سلام و تشکر که برنامه را میبینید، ویدیو هم میفرستید، مسئله و نظرهای خود را میگویید. امروز نیز فقط ویدیوهای شما را میبینیم و به الماتی، مسکو، دبی و به خانه‌های تنگ مهاجران و مسافران تاجیک میرویم که کرونا ویروس سبب شد در این شهرها درمانند. و شهری میرویم که مهاجران تاجیک کارشان را آنجا همچنان ادامه میدهند و با تبر زمین میکنند. و از یک مهاجر میشنویم که انسان در روزهای کرانتین و در اتاق تنگ بیشتر از همه به چی احتیاج دارد. گسترش کرونا ویروس که تا حال در سراسر جهان تقریبا 1 میلیون نفر را به بیماری کووید 19 گرفتار کرد، بیشتر از همه احوال مهاجران و مسافران را بد کرده است. این ویدیو را گروه از مهاجران تاجیک فرستادند که حالا در الماتی قزاقستان هستند. در حال کرانتین قرار داریم، از خانه برآمده نمیتونیم، اینجا زیاد هستیم. ما میخوایم به تاجیکستان روانه شویم اما رفته نمیتونیم. این سرنوشت را ده‌ها مهاجر و مسافر تاجیک در شهر دبی امارات متحده عربی دارند و خودشان میگویند که احوالشان چگونه است و چی میخواهند. نه، مهاجران تاجیک در دبی قریب طول یک ماه میشوند که همینجا خوان. ویزاشون بعضی بچه‌ها را بودشتگیان، نمیتونن به وطن خود برگردن. 27 بلیط گرفتگی بدن، نمیدونم 27 نشیدن، بلیطشون سوخت چشی. ما خواهش خود را برای رادیو آزادی رسوندنیم که به حکومت تاجیکستان برساند که مهاجران تاجیک در چی حالند، اینجا چه مشکلی دارند. ویدیو دیگری که از شهر مسکو گرفتیم درباره یک جوان نقل میکند که بعد از یک هفته انتظاری در فرودگاه برای رفتن به تاجیکستان ناچار به خانه به پایتخت روسیه برگشت که آنجا نیز کرانتین اعلان شده است. یه هفته میشه اینجا خواهیم بیرون نمیرویم، بیره هفته کده اینجا نکمون نمیرویم خونه داشتیم. نه بچه یه هفته در ایرپورت خواه بود، نه با گشت اومده شتین اینجا بیچاره سومی بلیت چه بزورت کده میتونه قرضدار شده، اینجا اومده اینم کوارتر ده، این خوبه. در این ویدیو دو مهاجر تاجیک را میبینیم که به گفته خودشان کرانتین را نادیده گرفتند و برای کار آمدند تا پول برای زندگی داشته باشند. ویدیو از شهر کراسنویارسک به دست ما رسید. کار نیست، برای روزگذرانی کرانتین گرفته اومدیم اینجا زمین یخه 1.5 متر کنده مولیم یخه با تاور کندیم که خیلی اگون سون کار کنیم برای روزگذرانی. کار نیست، چکو کداممون نمیدونیم. خیلی ما این یک کار نیم کاری افتیم، مردم صدها نفر در خانه ها محکم سومی خوردنی ندارن. اما تعدادی از مهاجران کاری تاجیک به ما چند ویدیویی را از نیم جزیره قریم فرستادند و گفتند که آنها کارشان را ادامه میدهند و هیچ کس هم نگفته است که در خانه بنشینند و به ضرورت بیرون نیایند. در همه کارخانه‌های دولتی فدراسیای روسیه کرانتین اعلان کردند. در کارخانه ما کار کرانتین تنی وجود ندارد. خوشبختانه هم وضعیت سلامت است. 40 نفر کار میکنیم. یگان کس این حال با کرانتین روانه نگردیده است. حالا اختیاری برنامه را به دست شاعر جان، یکی از مهاجران تاجیک در مسکو میدهیم که او نیز در کرانتین است و میگوید از چه راهی میتوانیم روزهای سخت کرانتین را پسی سر کنیم. این است این کرانتین تا سنه‌های 14 و 15 اپریل دوام میکند و به همه هموطنان عزیز صبر و تحمل خواهانم در این روزها و بسیار دشوار است در خانه نشستند و بسیاری از هموطنان ما تا اونجایی که خبر داریم علاقه مبلغ‌هاشون تمام شده است برای خورد و خوراک. بسیاری ها برای سپردن اجاره پول ندارند و بسیار یک شرایطی وزنی امروزها اثر میگذرانیم و خدا کند که این روزها را به زودی اثر میگذراندیم و از پی کار و زندگی خود میشدیم و همه سلامتی و
صبر و تحمل خواهم. صحت و سلامت باشید و ویدیو و نظرهای خود را مثل شوهر جان ثبت کنید و ما بفرستید به شماره که میبینید. واتساپ، وایبر و تلگرام و ایما هم دارد. خود و خانواده و عزیزانتان را احتیاط کنید و تا دیدار در برنامه دیگر.